میخوام 3 تا فیلم بهتون معرفی کنم که میتونه دیدمون نسبت به زندگی رو عوض کنه، میتونه حالمون رو خوب کنه. سلام، سجاد هستم و تو هر ویدیو بهتون فیلم، سریال، مستند، ریالیتی شو و ژانرهای مختلف معرفی میکنم. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم حمایتم کنید. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر وقت ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب شما رو با خبر کنه. خب اولین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم به نظرم یکی از موندگارترین و تاثیرگذارترین فیلماییه که میتونید تماشاش کنید. فیلم بی‌نظیر About Time به معنی درباره زمان، به نویسندگی و کارگردانی ریچارد کرتیس با نمره IMDb 7.8/10، ساخته بریتانیا که سال 2013 اکران شد. خب داستانش اینطوری شروع میشه که کاراکتر اصلی به اسم تیم با یه شخصیت ساده که انگار یکم خجالتی و تو ارتباط برقرار کردن ضعیف، روز تولد 21 سالگیش متوجه رازی مهم از خانواده‌اش میشه. پدرش بهش میگه که همه مردها تو خانواده‌شون میتونن به گذشته سفر کنن، فقط نیازه که بره توی جای تاریک و دستشو مشت کنه و به اون زمان و مکان تو گذشته فکر کنه. لحن پدر طریقی که میتونه به گذشته سفر کنه و عکس‌العمل تیم جوریه که اول فکر میکنیم یه دیالوگ فانتزی و سطحیه، اما خیلی سریع میفهمیم که کل داستانگویی این فیلم بر اساس همین جمله است. همونجاست که میفهمیم این فیلم قرار نیست اونقدر هم کمدی باشه. کارگردان این فیلم از همون اول با داستانگویی زیباش خیلی سریع بیننده رو غرق میکنه تا جایی که تک تک عکس‌العمل‌ها اونقدر باورپذیر میشه که بیننده رو با هر سلیقه‌ای میتونه بدون اینکه از روند خسته بشه با شخصیت‌ها ارتباط بگیره. جالبی سناریو از جایی شروع میشه که تیم انتخاب میکنه چه موقعی از این قابلیت مخفی که نسل به نسل منتقل شده و حالا به خودش رسیده استفاده کنه. تو این حین ما به عنوان بیننده شاهد روزمرگی هایی میشیم که برای هممون اتفاق میفته. در واقع کارگردان با نشون دادن تک تک اتفاقهای تلخ و شیرین، ساده و پیچیده، ذهن بیننده رو برای نتیجه گیری و تاثیرگذاری هرچه بیشترش آماده میکنه. پایان بندی و نتیجه گیری فیلم اونقدر قشنگ و تاثیرگذاره که به خودتون میگید من چقدر کم زندگی کردم و چقدر کم از زندگیم لذت بردم. و اون دیالوگ ماندگار کاراکتر اصلی که باید روی کاغذ بزرگ بنویسیم، هر روز بهش نگاه کنیم، جوری زندگی کن که انگار به عقب برگشتی تا از زندگیت لذت ببری. نمیدونم چجوری بگم که باعث بشه تو اولین فرصت برید این فیلم منحصر به فرد به معنی واقعی کلمه رو تماشا کنید. نه تنها یک بار بلکه بارها و بارها باید دید، چرا که واقعا میتونه حالتون رو خوب کنه، کمکتون کنه نگاهتون به زندگی عوض بشه. فیلمی که بهتون قول میدم به محض تموم شدنش دلتون براش تنگ میشه، پس هیچ جور از دستش ندید.
دومین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم فیلمی به نام شکلات، ساخته میرامکس به کارگردانی لاس هالستروم با نقش‌آفرینی جولیت بینوش، جانی دپ و آلفرد مولینا بر اساس رمانی به همین نام از جوان هریس سال 2000 تولید شده و محصول مشترک انگلیس و آمریکاست. شکلات داستان خیالی یک مادر به اسم ویانا با نقش‌آفرینی جولیت بینوش به همراه دخترشه که به تازگی وارد یک شهر کوچیک و فرضی توی فرانسه شدن. شهر کوچیکی که اهالی کم و بیش متعصب دینی و کشیش سختگیری داره که تو هر کاری که دلش بخواد دخالت میکنه. ویانا مهارت خاصی تو درست کردن شکلات داره و به محض ورودش مغازه شکلات فروشی رو باز میکنه. باز کردن مغازش از نظر زمانی مصادف میشه با ماه روزه کاتولیک ها. شهردار که کاتولیک متعصبیه از ویانا دعوت میکنه که برای عبادت به کلیسا بیاد، ولی ویانا به صراحت بهش میگه که هیچ وقت به کلیسا نمیره. از همین جاست که تو معرض انواع شایعات قرار میگیره. کشیش از مردم میخواد که بایکوتش کنن و حتی وارد مغازش هم نشن، ولی ویانا با اراده و شخصیت قوی و مستقلی که داره شروع به برقراری ارتباط با مردم میکنه و شکلاتاش زندگی مردم این شهر رو به سرعت دستخوش تغییرات جالب و خنده‌دار میکنه. چیزی که تو طول فیلم شاهدش هستیم تو چند کلمه مذهب، انسانیت، اصول اخلاقی، عشق و محبت خلاصه میشه. اینکه بعضی از حاکم‌ها یا ترویج کنندگان دینی چطوری از مذهب برای کنترل مردم و ایجاد فضای خفقان استفاده میکنن. در واقع مهمترین چیزی که این فیلم میخواد به بیننده منتقل کنه اینه که حرمت و شرافت انسان ربطی به مذهب نداره. اینکه اگر کسی خلاف نرم جامعه حرکت کنه و مستقل از بقیه باشه به این معنی نیست که آدم بدیه. ملاک خوب یا بد بودن باید رفتار و اصول اخلاقی و انسانیتش باشه، نه اعتقادات دینی. تو روند این فیلم رفتار و انسانیت ویاناست که باعث میشه با وجود همه شایعات و بدیهایی که ازش میگن اهالی شهر رو تحت تاثیر خودش قرار بده. این فیلم همونطور که گفتم عنصرهای خیالی هم داره. اولش گفتم این شهر اساساً خیالیه. نقل مکان و ورود ویانا و دخترش هم به این شهر هم همینطور. اما چیز عجیبی که هنوز دلیلشو نفهمیدم اینه که این فیلم به همون اندازه که برای بعضیا جزو یکی از بهترین فیلمایی که تماشا کردن، برای بعضی‌های دیگه فیلمی که حتی اسمش هم نشنیدن. با وجود اینکه نامزد اسکار در چندین بخش شده، موسیقیش یکی از موندگارترین موسیقی هاست و از همه مهمتر بازیگر محبوب جانی دپ توش بازی میکنه، ولی اسمش حتی بین کارهای جانی دپ هم کمتر شنیده شده. دیدنش رو هیچ جور از دست ندین، چون فیلم شکلات دقیقاً مثل تماشای تابلو نقاشیه. حس خوبی که بهت منتقل میکنه در کنار قاب بندی ها، موسیقی، رنگ و نور همه اونقدر زیبا هستن که تماشاگر رو مبهوت خودش میکنه. و سومین فیلم واندر به معنی عجوبه، فیلم درام کمدی خانوادگی. از همین اول بگم از اون فیلم حال خوب کناست. خب نمره IMDb 7.9 از 10 و محصول سال 2017 آمریکا به کارگردانی استیون شباسکی و بر پایه رمانی به همین نام اثر RJ پالاسیو ساخته شده.
با بازی فوق‌العاده گرم و صمیمی، قشنگ و چی بگم دیگه، با بازی بی‌نظیر جولیا رابرتس و اون ویلسون و همچنین درخشش ستاره کوچیکش جیکوب ترمبلی، بیشک یکی از حال‌خوب‌ترین فیلماییه که میتونید ببینید. داستان درباره پسر کوچولوی فیلممون آگی پولمنه که مادرزادی دچار بیماری نقص چهره است. مادر و پدر آگی اما براش سنگ تموم میذارن و زندگیشون رو وقف پسرشون میکنن، مخصوصا مادرش که به خاطرش درس و دانشگاهشو ول میکنه. این خانواده یه بچه دیگه هم داره. بچه اولشون دختری به اسم اولیویاه. داستان فیلم حول یک سال تحصیلی آگی و فراز و نشیب‌هایی که به خاطر داشتن چهره عجیبش باهاش روبرو میشه میچرخه. آگی که دوران ابتدایی به مدرسه نرفت و تو خونه زیر نظر مادرش آموزش دیده، حالا که باید وارد راهنمایی بشه، مادرش تصمیم میگیره که بهترین وقت برای اینکه دیگه وارد مدرسه بشه. از قشنگی‌های این فیلم اینه که روند داستان رو نه فقط از نگاه آگی بلکه از نگاه کاراکترهای دیگه هم تماشا می‌کنیم. کارگردانی این فیلم اونقدر استادانه است که با تماشای داستان فیلم از نگاه هر کدوم از کاراکترها انگار داریم وارد دنیای جداگونه‌ای میشیم. اینطوری نه تنها با کاراکترها بیشتر آشنا میشیم بلکه روابطشون رو هم عمیق‌تر درک می‌کنیم. در واقع با این ظریف‌کاری بسیار زیبا، فیلم از یه درام کمدی آبکی به یه فیلمی تبدیل شد که حرف برای گفتن زیاد داره. فروش بالاش، انتقادات مثبت زیاد و همینطور جوایزی که دریافت کرده هم نشونه از خوش ساخت بودن این فیلم میده. آگی با وجود نقصی که تو چهرش داره، برخلاف شخصیت‌های کلیشه‌ای که به خاطر شرایط خاصشون مظلومن و مورد زورگویی قرار میگیرن، نه توی سرخوره و نه ساکت و مظلوم، بلکه به موقع حرف میزنه و جلوی قلدری‌ها وای میسته. همینطور برای ارتباط برقرار کردن راه جالبی رو برای خودش انتخاب میکنه. پس قرار نیست توی این فیلم برای بچه‌ای با مشکلات جسمی مادرزادی اشک الکی بریزیم و غمباد بگیریم، بلکه قرار مقاومت و تلاش بی‌نظیرش برای زندگی عادی رو شاهد باشیم. فیلم از این جهت تاثیرگذار و لایق ستایشه که نشون میده چقدر خانواده و داشتن روابط درست توی زندگی اهمیت داره، چقدر عشق و محبت میتونه زندگی رو قشنگتر کنه و چقدر امتحان کردن راههای جدید میتونه اعتماد به نفس و انرژی آدم رو بالا ببره. پس دیگه نیازی نیست بگم حتما این فیلم رو هم توی لیست فیلمایی که باید تماشاش کنید بذارید. مخصوصا دیدنش کنار اعضای خانواده به شدت توصیه میشه. هر سه تا فیلمی که بهتون معرفی کردم قطعا نقاط ضعف خودشون هم دارن، ولی باعث نمیشه که ذره از ارزش دیدنشون کم بشه. نقطه اشتراک هر سه تاشون حال خوب و خوش‌ساخت بودن و در عین حال کمتر دیده شدنشون بین تماشاگرای ایرانیه. قطعا بعد از تماشای هر کدوم در حالی که لبخند میزنید و حس خوبی دارین میگین چرا زودتر ندیدمش. تماشای هر سه تا فیلم رو به هر کسی با هر سلیقه‌ای توصیه میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. توی هر ویدیو بهتون فیلم، سریال، مستند توی از ژانرهای مختلف معرفی میکنم. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم حمایتم کنید. کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب شما رو با خبر کنه. تا ویدیوهای بعدی و معرفی‌های جدید، خدا نگهدار.